جون من 5 ثانیه فقط این فیلمو ببین. از نیم رو با اینا گذشته دیگه. اون جوجه علوی. آره. بعد معلوم شد که در سفر به اسرائیل توافق کرده سر تجزیه ایران. گفته باشه اطرافش مال شما، اون منطقه مرکزی شما، مثلا من بشم شاه. آقا تو که هرچی سپاهی و بسیجی اصلا کل مردم گردن نمیگیرن، نمیتونی آزاد تو خیابون راه بری، هیچ کی دوستت نداره، چرا میای توی برنامه ارعر کنان با مجری ارعر میکنی؟ ها؟ کی فرسته؟ همه میدونیم تو چه کاره ای. چی بهش میگفتن؟ پیک. تو باید بری سک کنی برگردی، میک سک برگرد. یه دلغکی یه خاجه بیشتر نیستی دیگه. چرا میای ارعر میکنی؟ چرا به اون پهلوی بدبخت گیر میدی؟ چرا تا توجه تو دنیا کمه میاد یه چیزی یه جای لنگر میندازی، قلاب میندازی که بگیره مثلا دوباره بیاد تو صدر؟ بابا سرتون از اون 4 فاصله در برید نفس بکشید، فعلا زنده بمونید، بعدن بیاد ارعر کنید.